سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. این جلسه کلا راجع به ورود مکانیکی صحبت میکنیم، دیگه کاری با مبدأ نداریم. توی قسمت‌های قبلی من دیگه کامل توضیح دادم که مبدأ چجوری باید باشه، از کجا باید مبدأ تو مکانیکی کنی که دیگه شهود نزدیک صفر باشه، که هیچ دخالت روانی نداشته باشه توی بحث تحلیل و خرید و فروش معاملات. کامل اونجا توضیح دادیم. این جلسه فقط ورود مکانیکیه. از هر روشی هم که بخوایم میتونیم استفاده کنیم، فقط باید مکانیکی باشه. دیگه هیچ فرقی نمیکنه که اسمارت مانی باشه، نمیدونم تیرکس باشه، نمیدونم البروکس باشه. اگه مکانیکی باشه به درد ما میخوره. حالا من 3-4 تاشو میتونم مثال بزنم خدمتتون. اگه ورود مکانیکی دیگه ای هم بلدین، نه تنها این، اگه دیگه ای هم بلدین غیر از این، اونا هم قابل استفادهن. ولی اگه مکانیکی نباشه به هیچ دردی نمیخوره. اینکه شما با شهودت بخوای تصمیم بگیری که آها این اینطوریه، بذار استافمو بذارم اینجا چیزی نمیشه، بذار یه کاری انجام بدم که خیلی خفن بشه، همچین کاری نداری. شما یه بار استافتو میذاری اینجا چیزی نمیشه، یه بار میذاری اینجا چیزی نمیشه، یه بار اینجا معاملاتو باز میکنی میذاری اینجا استافاتی میخوره. دفعه بعدی ورودات یه کلا به هم دیگه میریزه و از اصول همیشگیت خارج میشه. خب ما به چی نیاز داریم؟ کلا به 2 تا چیز لازم داریم توی معامله گری. مبدأ مکانیکی که پشتش منطق درستی نهفته شده باشه، به علاوه ورود مکانیکی. این اصل ماست. هر دوره‌ای دیگه اگه حالا میشناسین یا نگاه کردین، این 2 تا اصل رو نداشته باشه به هیچ دردی نمیخوره. حتی وقت گذاشتن روش هم بیارزشه. کلا شهوده، هیچ آمار و ارقامی نمیتونی از این شهودت در بیاری، چون هر لحظه تغییر پیدا میکنه، هر لحظه آمارش به هم میریزه و هیچ کدوم از حرکاتت موقع معامله شهودی مثل قبل نیست. فقط هیجانی که بالا پایین میشه، فقط ضربان قلبته، این بالانست این ور اونور نمیشه. اگه این 2 تا رو نداشته باشه کلا بذارید کنار. این اصل ماست. خب ما مبدأ مکانیکی رو گفتیم. 3-4 تا میتونیم ورود مکانیکی هم بگیم، با هم دیگه ترکیب کنید، کامل بک تست بگیرید تا به نتایجش دسترسی پیدا کنید. یکی از این ورودها ورود فیبوه. اجازه بدیم یک ورود، اگه بتونم بنویسم، فیبو. این ورود فیبو 3 حالت داره، 3 مدل ورود مکانیکی داره ورود فیبو. به غیر این ورود پرایس اکشنی مکانیکی داریم. 3 مدل هم این ورود داره. بکشم این ور. یک مدل ورود برای جناب خاکستر عزیز هستش. تا الان شد 3-6-7 تا ورود و عرضم حضور 3 ورود هم برای اسمارت مانی داریم. در واقع ما 10 مدل ورود مکانیکی، البته اینا که من بلدم اینا هستن، حالا زیادن، خوباش اینا هستش، بقیه زیاد به درد نمیخوره. این 10 مدل ورود همشون مکانیکی هن. یعنی همشون ورود ثابت دارن، همشون استاپ ثابت دارن، همشون تیپی ثابت خواهند داشت. چرا گفتم خواهند داشت؟ چون که باید بک تست بگیرید و بر اساس سلیقتون این تیپی رو تعیین کنید که ببینید با کدومش راحتین. اینجاش دیگه ربطی به من نداره، اینجاش خودتون باید بک تست بگیرید که ببینید با کدومش راحتین. همه اینا این 3 شرط رو دارن و قابلیت تکرار شوندگی و اجرا رو هم دارن.
بعضی از استراتژی ها اینطوری هن که با تیک و هر پیپتی که اینجا تکون میخوره معامله باز و بسته میشه. اینا قابلیت اجرا شوندگی زیاد خاصی ندارن، چون که بروکر با اسپردش اصلا اجازه این معامله رو نمیده. و خیلی از معامله ها، خیلی از استراتژی هایی هستن که قابلیت تکرار شوندگی هم ندارن، یعنی 10 تا قانون میذارن کنارش، میگن که این 10 تا اگه کنار هم اتفاق بیفته میتونی انجام بدی. اینا هم زیاد اتفاق نمیفتن و پولتون رو زیاد در گردش قرار نمیدن. هفته‌ای 2-3 تا معامله میدم بهتون که زیاد اونم جالب نیستش. اینا خیلی حالتهای خوبی دارن. این جلسه ببینم چندشون میتونم برسونم. میگم از اینا حالا 4 تا وروده، نصفش هم میذاریم برای ویدیوی بعدی. خب اینا رو پاک کنم. ما ورودهای فیبو رو توی کانال تلگرام کامل یه بار توضیح دادیم، دیگه لزومی نداره که من این بار دوباره بخوام اینا رو توضیح بدم، چون همش اونجا توضیح دادم. توی کانال تلگرام سرچ کنید ویدیوی فیبو هستش اونجا. توضیح راجع به ویدیوی فیبو نداریم. اگه نگاه نکردین اول اینو نگاه کنین، بعدش بیاین ویدیو رو نگاه کنین، چون که اصلا متوجه نمیشین ساختارش چجوریه. این از ویدیوی فیبو. 3 تا حالت ورود مکانیکی رو بلدیم. 3 حالت بعدی رو میخوایم از اسمارت مانی مثال بزنیم که یه لحظه اجازه بدیم بریم صفحه بعد توضیح بدم خدمتتون. خب ما توی اسمارت مانی، یعنی این استراتژی ورودی که میخوایم کار کنیم، 3 مدل ورود داریم. خودمون اسمشون رو میذاریم ورود شماره 1. این ورود شماره 1 چجوریه؟ ورود شماره 1 آخرین لگی که وجود داره رو پیدا میکنه. این میشه آخرین لگ ما با سقفی که اینجا موجود داره. این آخرین لگ ما پیدا میشه، سقفش رو علامت میزنیم و توی کفش هم یک محدوده‌ای وجود داره از طریق آخرین کندلی که اینجا به وجود اومده. برای مثال این آخرین کندلمونه، علامت میزنیم. حالا شادوش نباید میود، فرض میکنیم این آخرین کندلمونه، محدودش رو علامت میکشیم اینجا. این 2 منطقه رو علامت میزنیم، محدوده و علاوه سقف این قسمت. اگه قیمت بیاد از این محدوده بره بالا، یه اصلاح نزدیک این محدوده بده و بره این سقف قبلی رو که خط کشیدم اینجا بزنه، به علاوه از اینجا بیاد اصلاحی که کرده بود رو دوباره کف اینجا رو بزنه، ما میتونیم توی این محدوده با این استاپ و تیپی وارد معامله بشیم. یعنی دقیقاً زیر این قسمت یه لیمیت بذاریم، استاپ پشت این محدوده، حالا با حساب کردن اسپرد و این داستانا لیمیتمون رو بکاریم، نهایتاً تا این سقف معامله رو میتونیم نگه داریم. حالا اگه استراتژیتون خیلی بالاتر میده میتونین بازم نگه داریم یا اینجا سیف سود انجام بدین. حالا هر کاری که استراتژیتون بهتون میگه انجام بدین و استفاده کنید. این اولین مدل ورود مکانیکیمون از اسمارت مانی. آخرین لگ، آخرین کندلی که اینجا برای ما زده شده، محدودش رو میکشیم، اصلاح، سقفش زده میشه، این لگ ما بیاد کف اینجا رو بزنه، از اینجا ما میتونیم وارد معامله بشیم تا بالاتر. این اولین نوع ورود ماست. بریم ورود شماره 2 رو یاد بگیریم با هم دیگه. ورود شماره 2 به این شکله که همین اتفاقا دوباره میفته. سقف و کف رو پیدا میکنیم، این سقف، این کف، کندلش رو اینجا محدودش رو میکشیم، ولی اینجا اصلاحی نمیده به ما. حالا ممکنه هم بده ها، ولی خب اینجا در نظر نگرفتیم که اصلاح نداده. ما صرفا یک کندل آخرمون رو محدودش رو کشیدیم رفتیم به سمت جلو. این حرکت ما به این شکل شده که اومده از وسط این لگ به ما اصلاح داده. اینجا آخرین کندلش رو باز میتونیم محدودش رو بکشیم. اینجا محدوده دومه برای معامله خریدم. در ادامه این میاد به این شکل یه اصلاح میده، سقف ما اینجا زده میشه، توی پول بکش میاد این محدوده رو میزنه و از اینجا میره به سمت بالا و به این منطقه اصلا نمیرسه. این میشه مدل شماره 2 ما، مدل ورود مکانیکی اسمارت مانی شماره 2.
که از وسط میره به سمت بالا. آیا ممکنه که بیاد این استاپ رو بزنه و اینجا با زدن این قسمت بخواد بره بالا؟ بله ممکنه. آیا ممکنه که بیاد استاپ اینجا رو بزنه و بعدش بره بالا؟ اصلا به اینجا هم نرسه بعدش بره بالا؟ بله ممکنه. آیا ممکنه که کامل بیاد اینجا و یه لحظه اجازه بدین، کامل بیاد اینجا و به این شکل باشه و از اینجا بره به سمت بالا؟ بله ممکنه. ما کاری با بقیه‌اش نداریم، ما فقط این مدل رو حفظ میکنیم که هر موقع دیدیم اجراش کنیم. ما دیگه کاری با بقیه داستان نداریم، هر حالتی که میخواد اتفاق بیفته و هیچ ربطی نداره. خب بریم مدل ورود شماره 3. این خیلی دیگه ساده است. این مدل ورود ما یکی از ساده ترین ورود هست. اوکی. خب در واقع به این شکله که اینجا دیگه اصلا محدوده خاصی برای معامله نداریم، یعنی اینجا هیچ محدوده ای، نه اینجا نه این وسط نه این بالا پایین، هیچ نداریم. فقط با خود پرایس اکشن مارکت کار میکنیم. به این شکله که لگمون رو پیدا میکنیم. یه اصلاحی اینجا داده. اینجا خیلی برای ما مهمه. اگه بعد از زرد شدن این سقف بیاد زیر اینجا رو بزنه، استاپمون درسته، یکم بزرگه ولی میتونیم اینجا رو وارد معامله بشیم. این مدل ورود خیلی ورود میده، بعضا خیلی خوبه، بعضا خیلی بده. اینم مربوط به سشن و ارزم به حضور جفت درسایی که ورود میکنید. همشو باید بک تست بگیرید که آمارش در بیاد و کار کنید. بک تستی که من گرفتم همشون خوب بودن، واقعیت زیاد با هم دیگه فرق آنچنانی نداشتن. حالا هر کدومو ببینیم میتونیم که ورود داشته باشیم. خب این از این. خب ما الان چند تا ورود بلدیم؟ ما الان 3 تا از فیبو بلدیم، 3 تا هم از اسمارت مانی بلدیم. ما سرجم 6 تا مدل ورود مکانیکی داریم. هر کدوم ورود بده میتونیم وارد معامله بشیم و استفاده کنیم. ولی شما مجازی که حداقل یکیش رو کامل بک تست بگیریم، مثلا این 3 حالت فیبو رو با استراتژی که حالا مبدأت برات تعیین میکنه بک تست بگیرید 200-300 تایی، ببینید که آمارش چجوریه. اگه قابل قبول بود بعدش بری ورودهای دیگر رو بررسی کنی. حتما باید یکیشو به یه نتیجه‌ای برسونی، نمیشه از همشون یهویی استفاده کنی. شاید فیبو روی برای مثلا یورو خیلی جالب نباشه، شاید روی ین خیلی خوب باشه، برای مثال دارم میگم، شاید روی طلا خیلی خوب باشه. متوجه این چی دارم میگم؟ بعد بک تست بگیرید، اینطوری نمیشه روی کاغذ هیچ جواب نمیده. خب ما میخوایم این 6 تا استراتژی ورود رو با یکی از استراتژی‌هایی که توی مبدأ گفتیم توی ویدیوهای قبلی استفاده کنیم. فرق نمیکنه از 4 ساعته دیلی، 1 ساعته، 15 دقیقه، از هر کدوم که استفاده میکنید هیچ فرقی نمیکنه، فقط باید منطق پشتش درست باشه. من اینجا از 1 ساعت 15 دقیقه استفاده میکنم، همون چیزایی که توضیح دادم خدمتتون. 1 ساعته مکتی 4 برابر یه جهتی رو به ما نشون بده. اینا رو دیگه توضیح دادم، نمیخوام دیگه دوباره توضیح بدم. قرمز کنیم که از اینجا اوکی. ما 1 ساعت همون یه جهتی رو به ما نشون میده، میگه که مکتی 4 برابر ما از اینجا به سمت خرید تغییر گرایش پیدا کرده. ما میگیم که اوکی، هر کفی رو اینجا بده ما میتونیم بخریمش. 1 ساعت جهتمون رو پیدا میکنیم و میریم توی تایم فریم های پایین، یک دلیلی برای خرید گرفتن پیدا میکنیم، میریم توی 15 دقیقه. حالا شما میتونید از مکتی 1/4 1/2 دیفالت خود مکتی 4 برابر یک دلیلی پیدا کنید که خوب باشه برای معامله خرید. توی بک تستی که من گرفتم مکتی 1/2 خیلی نرماله و خیلی راحت تره نسبت به بقیه و نوسان زیاد عجیب غریبی نداره، کفای قابل اتکاتری داره برای معامله. چیکار میکنیم؟ میایم میگیم که خب از اینجا تا اینجا این قسمت برای ما خریده،
هر کفی که برای ما داد ما میتونیم اونجا رو معامله کنیم. من اینو رو با صورتی مشخص کنم که قاطی نشه. خب اینجا یک کف داریم، اولین میله که به سمت پایین میزنه رو علامت میزنیم. الان بچه های منتورینگ دارم فوشوارو میکنم پشت سر. خب یه دونه هم اینجا داریم، از اینجا هم 1 ساعت فروش شده دیگه. اینجا هم اولین میله‌ای که به سمت بالا زده رو پیدا میکنیم، فکر کنم اینه. اوکی. اینجاها کلا کفاییه برای خرید. اگه نگاه کنید میبینید که خیلی ساده این کف از اینجا رفته به سمت خرید، این کفی که اینجا پیدا شده رفته به سمت خرید، این کفی که اینجا پیدا شده رفته به سمت خرید، این کفی که اینجا پیدا شده رفته به سمت خرید، این فروشی که اینجا پیدا شده رفته به سمت فروش. همه این ورودهایی که این استراتژی ما پیدا میکنه همشون کار میکنه، هیچ مشکلی نداره. تحلیل اصلا زیاد کار پیچیده و خاصی نیستش. اونی که هر روز میاد بررسی میکنه و تحلیل من به این شکلی که اینا کلا داستانه، زیاد پیگیر اینا نباشید. تحلیل واقعا چیز خاصی نداره. موضوع اینه که شما که میدونی اینجا خریده، چطوری میتونی ورود کنی که مدیریت سرمایه سر جاش باشه، روانشناسی سر جاش باشه، احساسات زیاد بعدی رو تجربه نکنی، بتونی معاملت رو کاملا سیف و خیلی تر و تمیز انجام بدی و این معامله رو بگیری. وگرنه تحلیل خیلی موضوع پیش پا افتاده و ساده ایه. مهم معامله کردنه توی تایم ورود. که حالا اینجوری اتفاق افتاد که بگم دیگه، اینا رو هم کار کنیم با هم دیگه. خب میریم توی تایم 1 دقیقه دونه بدونه این استراتژی ورودی که با هم دیگه کار کردیم. 3 تا روی فیبو بود، 3 تا هم روی اسمارت مانی بود. 6 تا ورود داریم، ببینیم که کدوماشو به ما ورود میده. البته یک قانون دیگه هم اینجا اضافه میشه برای این که راحت تر بتونید وین ریت سیستمتون رو ببرین بالا. اون قانون چیه؟ قانون اینه که وقتی میایین توی 1 دقیقه و این کفتون رو اینجا پیدا میکنید، حالا من اینو یکم اینطوری کنم که متوجه بشید. ما که از اینجا متوجه سیگنال خریدمون میشیم، فقط یک قانون رو رعایت میکنیم. اون چیه؟ توی مکته 1 دوم باید یه دونه دایورجنس ببینید. این کف پایین تر زده، کف بالاتر زده. یعنی داستان ما بعد این دایورجنس تازه شروع میشه. هر چقدر دایورجنس بیشتر، احتمال بالا رفتن هم بیشتر. ما این خط رو از اینجا میکشیم آخرین کفمون. اوکی. اگه این کف زده بشه دایورجنس ما تازه شروع میشه، ورودهای ما هم تازه شروع میشه. خب میریم بررسی کنیم ببینیم که کدوم یکی از ورودها انجام شده. ورود فیبو 50% رو زده، یک کف جدیدتر میایم آپدیت میکنیم. الان داریم 3 تا مدل ورود فیبو رو بررسی میکنیم با هم دیگه. آخرین لگمون تقریبا میشه این ورود نداده. اینو هم حتی در نظر بگیریم، فکر نکنم ورود بده. این وسط ورود داده برای ما، اصلا هم که نکرده. پس با فیبو ورود خاصی نداریم. اوکی. میایم با اسمارت مانی وروداشو چک کنیم ببینیم که به چه شکله. دایره شد اینجا. اوکی. ما اینجا 3 تا سقف داریم، یکی اینه، یکی اینه، یکی اینه. توی هر فراکتالی، توی 15 ثانیه، 30 ثانیه، 1 دقیقه، 5 ثانیه، توی هر کدومشون بده ما میتونیم استفاده کنیم. حالا اینا برای تایم فریمایی چون سایزش خیلی کوچیکه، اگه اتفاقات داخلی بیفته بازم میتونیم معامله‌شو انجام بدیم. صرفا منتظر میمونیم که ببینیم با کدوم میده. خب بعد چیکار میکنه؟ بریم بررسی کنیم. میاد اینجا کف میزنه، البته سقف اینجا رو میزنه اول. بعدش میاد اینجا، محدودمون که مشخصه ولی اتفاق خاصی نیفتاده. یک همچین اتفاقی نیفتاده که ما بخوایم ازش استفاده بکنیم. بذار پاکش کنم. خب ما از اینجا رد میشیم، پس اون سقف به درد ما نمیخوره. میریم بعدی. میبینیم که سقف اینجا رو هم زده، یه اصلاح کوچیک داده توی این قسمت. اگه این کفش رو بزنه میتونیم استفاده کنیم. هیچی نزده، رفته کامل به سمت بالا چون اصلا اینجا خورده نشده. پس اینجا رو هم ردش میکنیم میره. آخرین سقفمون اینجا میشه، قیمت میاد اینجا رو میزنه، اینجا اصلاحش رو میده، میره به سمت بالا. اگه قیمت بیاد زیر این یه تیک بزنه ما میتونیم وارد معامله خرید بشیم، ببینیم زده یا نزده. بله کامل زده. خب این محدوده برای استراتژی شماره 2 ما بود.
ورود داده؟ نه خیرم نداده، هیچی نداده، مستقیم اومده به سمت پایین. پس این شد ورود شماره 3 ما. متوجه شدی؟ ورود شماره 3 ما. اوکی، ما اینجا ورود کردیم، استاپ اینجا. تی پی هم که توی بک تستا باید مشخص بشه تی پی چند رو به ما داده. اومده 200% شو زده، تی پی 1، تی پی 2، تی پی 3 رو داده تا اینجا. پس با فیبو ورود نداده، ولی با اسمارت مانی یک ورود تی پی 3 رو به ما داده. اوکی، میریم جلوتر. خب کف دیگه هم چیکار میکنیم؟ میریم، البته یک موضوعی بود یادم رفت بگم، ولی خب اشکالی نداره. خب میایم توی این قسمت میگیم که این کف ماست، در واقع از اینجا مشخص شده، دنبال یک دایورجنس میگرد. از اینجا دایورجنس ما شروع شده. اگه این کف زده بشه داستان ما از اینجا شروع میشه. میبینیم که زده و پیدا کردن آخرین لک هم از اینجا شروع میشه. اوکی، اندازه‌شو میگیریم، ورود نداده به ما. لگ بعدی 250% زده، ورود نداده به ما. حتی اگه اینو هم اندازه بگیریم بازم ورود نداده به ما. همینطور 300% و لگ بزرگتر اینجا به ما ورود داده با فیبو. یه قانونی وجود داره، این قانون خودم که توی ویدیوی فیبو فکر کنم توضیح دادمش. اگه لگ ما اینجا کوچیک‌تر بیاد، احتمال اینکه این حرکت برای حرکت بزرگتر باشه زیاده. 300%شو که بزنه ما میتونیم فیبومون رو یه لگ بزرگتر کنیم. 300% اینجا رو هم زده، میتونیم بیاریم اینجا. 250%شو زده، یا میتونیم بیارید اینجا نهایتا. که اگه به این شکل باشه و ورود شما رو بده، برای مثال شما میتونیم با ورود لگ بزرگتر وارد معامله بشین، که حالا اینجا نداده، آخرین لگش این شکلیه، 250. حالا اگه 200% میداد میتونستیم که ورود داشته باشیم. اوکی، با فیبو ورودی نداریم، با فیبو ورودی نداریم توی این قسمت. بریم با اسمارت مانی بررسی کنیم ببینیم که چه شکلیه. لگمون رو های لوش رو میکشیم، سر کرد. اوکی، این سقفاییه که اینجا داریم، همشون رو اینجا زده، پول بک میده به ما، دوباره میاد به سمت بالا. هنوز این سقف زده نشده، باید زده شه اینجا. این سقف شاید هم زده شده، نمیدونم. لحظه اجازه بدیم نگاه کنیم. اوکی، اگه زده باشه داستان فرق میکنه. اگه زده باشه به این شکل میشه. همه این سقف و کفه که داریم رو دوباره میکشیم اینجا. اوکی، این سقف که اینجا زده میشه، ما میتونیم همینجا ورود داشته باشیم. میشه ورود شماره 3 ما، یعنی در واقع به این شکل. ورود اینجا، استاپ توی این منطقه، تی پی هم که به سمت بالا. و یا میتونید که منتظر کندل آخر باشید، ورود شماره 1، که چه اتفاقی بیفته؟ بیاد و این اتفاق بیفته، بیاد و این اتفاق بیفته، که شما توی این محدوده با آخرین کندلی که اینجا داریم، اگه زیاد شلوغش نکنم اینجا رو، آخرین کندلی که اینجا داریم محدودت رو مشخص کنید و ورود و استاپ اونجا، تی پی هم که به سمت بالا. به این شکل ورود انجام بدیم. پس دو مدل میتونیم ورود انجام بدیم: ورود شماره 3 که به این شکله، و ورود شماره 3 که به این شکله، و ورود شماره 1 که ورودش اینجاست و تی پی هم که به سمت بالاست. بریم ورود شماره 1 استاپ تی پیشو بررسی کنیم ببینیم که چه شکلیه. اوکی، فکر کنم تی پی 10 رو به ما داده. 1 2 3 4 5 و 10 رو به ما داده تقریبا. اوکی، خیلی خوبه. بریم با
ورود شماره 3 بررسی کنیم. اگه از اینجا وارد معامله شده باشیم، این به این شکله، اینم به این شکله. از اینجا وارد معامله شده باشیم تیپی 1 و تیپی 2 رو اینجا به ما داد. همچنان ما فیبو ورودی نداشتیم، اینا هم اسمارت مانی ورود داده. اوکی، میریم جلوتر، اینا رو پاک کنیم. اینا زیاد به درد نمیخوره توی این جلسه. برای جلسه بعد حتما توی جلسه بعد این مکتب 4 برا هم توضیح میدم، حتما یه نگاهی بهش بندازیم، خیلی فوق العاده است. خب میایم اینجا چیکار میکنیم؟ دنبال دایورجنسی. دایورجنس از کجا شروع شده؟ از این کف شروع شده. اوکی، از همینجا بازی ما شروع شده. ما اینجا متوجه خرید میشیم، میایم دنبال کفی میگردیم برای خرید. اوکی، چیکار میکنیم؟ بگیم که این اگه آخرین لگمون باشه، حالا از یکم قبل‌تر شروع میکنیم، شرایط فیبو رو برای ما نداده. با فیبو نمیتونیم ورودی انجام بدیم. با اسمارت مانی چی؟ باید بررسی کنیم ببینیم که به چه شکله. اوکی، اینجا خیلی خوب بوده. ورود شماره 2 رو اینجا داده، ولی اینم استاپ شده، اومده پایین تر. ورود شماره 1 هم اینجا استاپ شده. میریم جلوتر، میاد این کف میخوره. این کف که خورد، دوباره لگ آخرش رو اندازه گیری میکنیم. فیبو ورود نمیده. ارزم حضور، اسمارت مانی دوباره ورود میده توی این قسمت. در واقع به این شکل میشه. این میشه ورود شماره 3 و همینطور ورود شماره 1 توی این قسمت که هیچ کدوم دوباره تیپی نمیشن، استاپ میشن. دوباره میایم به سمت جلو، لگ آخرمون رو پیدا میکنیم. آخرین کفی که زده شده اینجاست، آخرین لگش رو پیدا میکنیم 150%. پس میتونیم با فیبو ورود انجام بدیم. ورودش رو از اینجا میگیریم. تیپی 1 داده فکر کنم. آره، اگه این یک کوچولو نبود حالا میتونستیم بیشترم بگیریم. تیپی آره 1 داده فکر کنم تا اینجا. بعدش اومد استاپش رو زده. تیپ 1 رو داده به ما. ورود فیبویی که داریم. بریم ورود اسمارت مانیش رو بررسی کنیم. اوکی، این آخرین سقف ماست. اینجا یک محدوده‌ای داریم به اسم محدوده شماره 2. اگه بیاد اینجا به این شکل برای ما، حالا اگه بخوایم درست‌تر بکشیم اینطوری، اگه اینجا بخوایم ورود داشته باشیم به این شکل اتفاق میفته و ورودمون اینجا میفته. استاپ پشتیم اینجا. تیپی 1 2 3 4 و 5 رو به ما میده این ورود. 2 تا هم اینجا، 3 تا هم اینجا استاپ خوردیم. اینا رو هم در نظر بگیریم. اگه این کف دوباره خورده بشه، ما همچنان شرایطمون برای خرید حاکمه، میتونیم دوباره ورود انجام بدیم. حالا آخر شب یه تستی انجام بدیم ببینیم که چی نشون میده. این آخرین لگمونه، 200%ش اینجا خورده. با فیبو میتونیم وارد معامله بشیم. ببینیم فیبو ورود تیپی چند رو به ما داده. 1 2. تیپی 2 رو به ما داده فیبو. اوکی، خیلی خوبه. ببینیم اسمارت مانی چی داده برای ما. این میشه آخرین لگ، محدوده مورد نظر. سقف اینجا هم میخوره، سقف اینجا هم میخوره. اگه این کف ما بخوره، ما میتونیم با ورود شماره 3 وارد معامله بشیم. اینجا با ورود شماره 3 میتونیم وارد معامله بشیم. اگه این محدوده رو بیاد بگیره، حداقل این کف رو بزنه یا یه همچین شرایطی رو به ما بده، دوباره میتونیم وارد معامله بشیم. چرا اینو حساب کردیم؟ اگه توی این محدوده
اصلاحی داشته باشیم، مثل اینجا، مثل این قسمت که منتظر این باشیم که بیاد کف اینجا رو بزنه، بعدش وارد معامله بشیم دیگه. اگه قبل از این یه همچین شرایطی رو هم داد، حالا نگفتم به خاطر ویدیوی بعدیه، توی ویدیوی بعد کامل توضیح میدم که این چرا این شکلیه و میتونیم اینا رو هم ورود داشته باشیم. اگه یه همچین الگویی رو هم بده میتونیم ورود داشته باشیم توی این قسمت و چون توی این محدوده است بعد کامل میتونیم ورود داشته باشیم، هم به این شکل و هم به این شکل میتونیم ورود داشته باشیم. استاپ پشت این کندل و ورود توی این قسمت که فکر کنم تیپی خیلی زیادی رو بود. اوکی، حالا جلسه بعدی به کنار. توی این جلسه این ورودمون اگه اتفاق بیفته ما میتونیم یه همچین ورودی رو داشته باشیم، استاپ پشت اینجا و ورودم اگه توی این قسمت باشه تیپی 4 5 فکر کنم 8 رو میده، ورود شماره 1. اگه با ورود شماره 3 که توی این قسمت ورود داشته باشیم، ببینیم اینجا ورود شماره چند رو میده، اینجا هم ورود شماره 3 ما تیپی 2 رو میده. میریم جلوتر توی این قسمت دایورجنس، این دیگه آخرین مثاله دیگه، واقعا خسته شدم، بقیهش بمونه برای جلسه بعد. بعد اینجا دایورجنس، از اینجا بازی ما شروع میشه، دنبال آخرین لگمون میگردیم. آخرین لگ سقف زده نخیر، پس میریم ادامه. کف اینجا باید بخوره، سقفش زده نشده، دوباره میریم پایین تر. کف اینجا باید بخوره، سقفش زده نشده، دوباره کف پایین تر، سقفش زده نشده، کف پایین تر. خب این میشه آخرین کفمون، اینجا سقفش زده شده، میتونیم اینجا رو بررسی کنیم، ببینیم با فیبو ورود داده. بعد ورود شماره 3 رو به ما داده، 2 تا 50% رو به ما داده. این کندل دقیقا رو لبیه، ولی خب با اسفلت فکر نکنم باز کنه، ما این فیگور رو حساب نمی کنیم. این آخرین لگش رو دوباره بندازیم ببینیم توی دیگه به ما ورود داده یا نداده. اوکی، توی 200%ش به ما ورود داده، رفته استاپ شده با فیبو. اوکی، این از این. خب ببینیم که با اسمارت مانی چه اتفاقی افتاده. اینجا سقف ما زده میشه، اوکی، این اتفاق میفته. توی کدوم قسمت؟ توی این محدوده این اتفاق میفته. این قسمت هم خورده میشه، این قسمت هم خورده میشه، میتونیم اینجا رو خریدش رو بگیریم به سمت بالا. ورود اینجا، استاپ پشت این محدوده و به سمت بالا. تیپی 1 2 2.5 داده تقریبا و به سمت فروش و اینجا هم به سمت فروش. حالا این مثال آخر رو هم بزنیم و بریم دنبال دایورجنس میگردیم. از کجا دایورجنس شروع شده؟ دقیقا از این سقف، از این سقف دایورجنس ما شروع شده و دنبال آخرین لگ میگردیم. این میشه آخرین لگ ما. 50% شو نزده، اینجا 50% شو زده، 50% خودشو هم زده، رفته سقف بالاتر زده، پس با فیبو ورودی نداریم. ببینیم که با البته کف اینجا رو هم نداره، نمیتونیم با اسمارت مانی هم ورود داشته باشیم. لگ جدید 50% شو زده، 50% خودشو هم زده، اینجا رو زده و اینجا برداشته، نه اینجا برداشته. دقیق بخوام نشون
نشون بدم، دقیقا رو همین کندلی که پول بک میزنه میتونیم ورود داشته باشیم. تیپی بهم 4 و 4.5 داده با ورود فیبو. اوکی، بریم با اسمارت مانی بررسی کنیم. این میشه آخرین لک. حالا اصلاح بد کشیدم. این میشه آخرین لک. اینا عوارض خستگی ها. خب کف ما اینجا میخوره. اگه پول بک بده حداقل یکی از اینا رو بزنه ما میتونیم وارد معامله بشیم. هیچ کدومش رو نزد، پس اینجا اصلا ورود نداد اسمارت مانی. اوکی، چند نمونه با هم ورود و خروج بررسی کردیم. برآیندمون کاملا مثبت شد، یعنی همه اینا رو حساب می‌کردیم حداقل با تیپ 2 میومدیم بیرون. این تعداد معامله‌ای که با هم دیگه بررسی کردیم همشون کامل مکانیکی، برآیند ما کاملا مثبت میشد. چیکار کردیم؟ تنها کاری که انجام دادیم این بود که مبدأمون مکانیکی و ورودمون هم مکانیکی. جز این کار دیگه انجام ندادیم. استاپمون همیشه ثابت بود، ورودمون همیشه ثابت بود. حالا یک مدل ورود دیگه‌ای هم هست که برای آقای خاکستر، اونو هفته بعد میگم، شاید توی این جلسه گیج شده باشید یکم، ولی اونها هم حتی مکانیکیه، فقط چون نگفتم به این شکل شده. اونها هم مکانیکیه و حداقل اگه تیپ 2 رو میگرفتیم به ساده ترین روش ممکن برآیندمون مثبت میشد. تنها مشکلی که هست اینه که حالا استراتژی خیلی موضوع اوایل مسیر و خیلی موضوع مهمیه، ولی بعد از یه مدتی که شما این استراتژی رو کار میکنید 10% موضوع میشه، 20% موضوع میشه، بقیهش دیگه مربوط به روانشناسی و هر روزه انجام دادن این کاره و بک تست گرفتن این همه جفت ارز و ارزم حضور تعداد ورودهای مختلفه که هر روزه پاشی بیای این معامله رو بزنی، فارغ از اینکه استاپ بشه و تیوی بشه اصلا هیچ اهمیتی برات نداشته باشه، $100 استاپ بخوری برات مهم نباشه، ارزم به حضور تیپی بخوری برات مهم نباشه. این موضوعات هر روزه مسیر رو سخت‌تر میکنن، ولی این استراتژی زیاد موضوع آنچنان سختی نیستش، فقط انجام دادنش مهمه. شما یه موضوع دیگه رو هم بگم، این دوتا نمونه بود، یعنی اینا رو من خودم بک تست گرفتم، گفتم که آقا جون شما میتونید استفاده کنید. آمارش خوب بوده، حالا بچهای توی منتورینگ هم کار میکنن و استفاده میکنن، آمارشون همشون خوب بوده با فیبو. اگه مدل ورود غیر از این هم داریم شما میتونین از اونم استفاده کنید و اگه استافش ثابت باشه، تیپیش ثابت باشه، ورودش ثابت باشه، شما میتونین اینو هم بریم بک تست بگیرین، اگه حال کردیم باهاش استفاده کنید. اگه اینا ثابت نباشه پس شهودی به درد نمیخوره. اگه دوره‌ای رو دیدین که استراتژیش یه همچین وضعیتی داره، شهودیه، میگه این دفعه استافو میذارم اینجا، خب بر چه اساسی میذاری اینجا؟ میذارم اینجا اساسش چیه؟ اگه همچین موضوعاتی رو بلدین و یا یاد گرفتین و آموزش رو دیدین، خواهشم فراموشش کنید. یک دوره دیگه رو نگاه کنید که مکانیکی باشه، حداقل شهودی نباشه، چون شهودی اصلا واقعا ارزش وقت گذاشتن هم نداره. چندین مورد دارم میگم. اما پرحرفی نکنیم، امیدوارم موفق باشین و حتما بک تست بگیرین. نتایجش رو هم بچه‌ها توی گروه گفتن که بک تست میگیرن. بعد اینکه بک تست گرفتن نتایجش رو هم توی گروه میذارم، هم استفاده کنیم ببینیم که کدوم ورودها آمار بهتری دارن، حداقل برای اون جفت درس توی اون تاریخ آمارش به این شکل بود و میذارم اونجا که استفاده کنید دیگه. شبتون بخیر بشه.